پرزیدنت ترامپ بامداد یکم ما حملات دقیقی رو نشون دادیم انجام دادیم برای پایگاه‌های اتمی فوردو، نتنز و اصفهان که همه شما سالها اسم اینها رو شنیدید که امور و کارهای خصمانه‌ای بر اونجا انجام میدادن. هدف ما نابودی برنامه غنیسازی و همچنین نابودی پیشروی برنامه هسته‌ای توسط اولین و بزرگترین حامی و تروریست جهان، جمهوری اسلامی بود. به جهان گزارش میکنم که ما امشب در یک عملیات حساب شده دقیق و بسیار عالی تونستیم توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. پایگاه‌های و داده‌هایی که خدمتتون گفتم، این پایگاه کاملا از بین رفته. اونی که بهش میگه، به خودش میگه گندلات منطقه، بعد اکنون بعد یا باید صلح پیدا کنه، بیاد صلح کنه، زانو بزنه، و یا اینکه حملات بعدی بسیار شدیدتر خواهند بود. رژیمی است که 40 سال مرگ بر امریکا و اسرائیل گفته، آنها با بمب‌های، مخصوصا بمب‌های کنار جاده، دست و پای فرزندان ما، نظامیان ما و غیر نظامیان رو از هم جدا کردن، دست و پاشون رو فرستادن هوا. ما بیش از 1000 نفر رو از دست دادیم و صدها هزار نفر در منطقه در خاورمیانه و سراسر جهان توسط نفرت افکنی و وحشت و ترور این رژیم از بین رفتن، مخصوصا در زمان قاسم سلیمانی. بله، در زمان قاسم سلیمانی بود. من گفتم من اجازه نخواهم داد قلدری رژیم و توحشی که رژیم داره ادامه پیدا کنه. میخواهم تبریک بگم و سپاسگزاری بکنم از پرایم منیستر، نخست وزیر بیبی نتانیاهو که همکاری من و تیمی که با هم داریم مثال نزدنیه و تا حالا اتفاق نیفتاده مثل که در حال پاک کردن این تهدید وحشتناک بر روی اسرائیل است. میخوام از IDF و نیروی جنگی اسرائیل سپاسگزاری بکنم که دارن تا اینجا خیلی خوب پیش رفتن. سیستم ها، ماشین ها و هواپیماهایی که استفاده کردیم در کل این هماهنگی‌هایی که امشب صورت گرفت چیزی بود که سالها بود، دهه ها بود جهان به خودش ندیده بود. امیدوارم که دیگه مجبور نشیم از چنین چیزی استفاده بکنیم، از چنین حد قدرتی استفاده بکنیم. امشب میخوام از حلقه درون دفتری نظامی آقای ژنرال کین سپاسگزاری بکنم و تمام افراد و ذهن‌های باهوشی که در این عملیات همراه ما بودند. با تمام اینها باید بگم این قضیه نباید ادامه پیدا بکنه. اگه جمهوری اسلامی خطا بکنه و تلافی بکنه، تراژدی‌های خواهیم دید که در 8 روز اخیر این رژیم تا ندیده. در 8 روز اخیر چیزی نیست در برابرش. بهتون بگم که اهداف زیادی هنوز نزده و باقی مونده است. منظورش خامنه‌ای شاید، اما حمله امشب مهیب‌ترین بود. اما اگه اون صلح به وجود نیاد، ما به سرعت با قدرت در کمترین دقیقه سراغ بقیه اهداف خواهیم رفت و خیلی مهیب. خیلی از اون اهداف در کمتر از چند دقیقه قابل زدن و قابل از بین رفتن هستن. هیچ نیروی نظامی نمیتونه کاری که ما انجام دادیم انجام بده. همون کاری که ما امشب انجام دادیم اتفاقی بود که دهها هیچ نیروی